गो अल्लाह पाक नामा फरीद बलोच शहरस्तान सरावान उम्मीद कना कि अल्लाह पाक तमाम वजना सेहत व सलामत बकन व हिच गुना सख्ती व सूरी मगिंदे वाजी जुस कुर्तात बनाम अब्दुल कादिर از امارات در مورد کمانک کمانک چون که سر سروز کشگه بود قبل از هر چیز قبلا هم توضیح داتا باید شمه سروز برابر بود از نظر سیم تار پوست از این چیزان کم بیمه بود پدا مهمترین چیز سروز ساز کنگه تا زمانی که شما سروز ساز کنگه مسکه ایده همه کمانگ شما وش کشته نکنه تا سروز ساز مبود کمانگ آواز ندن ساز کنگ زیل تیپ بام یک دو سه چهار پنج الان روزی یک توضیح ده در مورد ساز کنگ که واجهان ذهن تحورک چونکا وتی سروز ساز کنگ کافی و شما امی یکن تارا یا ولیا این یکا شما ساز بکنید همی یکا که شما بسکید نو اپدا ای دومی تارا گو اولی هم ساز کنید برابر کنید یک پیچ بیای جا سیمی دومی هم ساز کنید یک پیچ بیای جا پدا چارمی گو سیمی هم ساز کنید یک پیچ بیای جا پنچمی گو چارمی یک پیچه ششمی گو پنچمی یک پیچه ایده شما سروز ساز بو و ی آواز بردن خب الان در مورد کمانک اول کمانک گفتن وقتی کمانک که شما اولا که بندیتی یک کمانک شما نباید شل بود باید اندازه 2 انگشت از دار تا این مود فاصله ببین پدا وقتی که شما دست ایگره کوب بیره یک ذرتی پشار دهید ترون نبو کمانک ترون مبو آواز ندم کمانک شل ببو آواز ندم و یک کمو که ترون دیکنی سروز آواز هم کشید پدا این روت گونی زیل باید برابر ببو اگر زیل بالاتر ببو اگر روت جالتر ببود گرس کمانک وش کاره نکن نو الان شما کمانک کشید سر زیل و روت پدا ده کمانک هم پشاره ند لمسی کنید ایده هم پیتش بام کار کنی یک ذره سروزه این کرو تا بده پدا ٹپ تون کمانه گنا بری آهسته طریقه کشتن کمانک سرساز پدا انشالله در مورد انگوش گذاری کمانک چون جلو رو چواغه برو پدا انشالله توضیح دیں امید کنم که کسانی کلیپ مورد پسند قرار بگیرید الله گنجی رحمتانه